به خدا رجوع کردن اسرائیل و در آینده به بزرگی رسیدن وی. سامریه محکوم خواهد شد، زیرا که به مقابل خدای خود قیام کرده است. آنها به دم شمشیر خواهند افتاد، طفلهاشان به صخره زده کشته خواهند شد و حامله دارانشان شکمچاک خواهند گردید. ای اسرائیل، سوی خداوند خدای خود رجوع نما، زیرا که به سبب گناه خود پیش پا خورده ای. سخن توبه را با خود گرفته سوی خداوند رجوع نمایید و او بگوید همه گناه ها را بیامرز و آنچه نیکوست قبول نما و ما به جای گاوها تضرع لبان خود را قربانی میکنیم. از شور ما را نجات نخواهد داد، بر اسپان سوار نخواهیم شد و دیگر به عمل دستهای خود خداهای ما نخواهیم گفت، زیرا که یتیم فقط در تو مرحمت خواهد یافت. مرتدی آنها را شفا خواهم داد، از روی مرحمت آنها را دوست خواهم داشت، زیرا که غضب من از آنها دور شده است. برای اسرائیل مثل شبنم خواهم بود و مثل سبسن گل خواهد کرد و مثل ارز لبنان ریشه های خود را خواهد دوانید. نوده هایش وسعت یافته، زیبایی وی مثل درخت زیتون و نکهت وی مثل جنگل لبنان خواهد شد. آنهایی که زیر سایه وی ساکن بودند برگشته گندمزار را از نو زنده خواهند کرد و خودشان مثل تاک گل گل خواهند شکفت و تعریفشان مثل بوی شراب لبنان پهن خواهد شد. افرایم خواهد گفت مرا دیگر با بتها چی کار است؟ من او را اجابت نموده به او نظری نیک خواهم کرد. من برایش مثل سرو سبز و خرم خواهم بود، میوه تو از من یافت خواهد شد. کسی که حکیم است بگذار این چیزها را فهم کند، کسی که عاقل است بگذار آنها را درک نماید، زیرا که راههای خداوند درست است و عادلان در آنها قدم گذار می باشند، ولیکن گناهکاران در آنها پیش پا می خورند.